مسئولان ریاست عمومی شرکت آبرسانی در سفر خود به ولایت تخار 4 شبکه آبرسانی را به ارزش 11.5 میلیون افغانی در بخش‌های مختلف از شهر طالقان افتتاح و به بهره برداری سپردند. به گفته مسئولان با تکمیل شدن این شبکه‌ها 3600 فامیل از آب شهری در مربوطات ناحیه اول، دوم و چهارم شهر طالقان که پیش از این از آب آشامیدنی سی محروم بودند، اکنون از آب شهری مستفید شدند. این پروژه که در مجموع به هزینه 11.5 میلیون 11.5 میلیون افغانی احداث گردیده که در مجموع 22 کیلومتر شبکه است که البته در 3 ناحیه مختلف شهر طالقان تطبیق گردیده. در ناحیه اول در منطقه حرمین شریفین، در ناحیه دوم هم بعض از مناطق است که در اونجا پروژه تطبیق شده به نام بیکاباد و ساحات دیگر است. همچنین در ناحیه چهارم در ساحه مسجد عبدالله بن مسعود، کوچه سرک اخیر کانتینرها و منطقه یونس آباد، در این مناطق پروژه تطبیق شده که در مجموع 3600 فامیل که در مجموع 36000 نفر میشه از شهروندان ما از آب پاک و صحی مستفید میشه. در همین حال برخی از متنفذین محل با آنکه از تکمیل شدن کار این شبکه‌های آبرسانی ابراز خوشحالی میکنند، اما میگویند هنوز هم مشکلات نصب متر در خانه‌های مسکونی ناتمام مانده است. خلاصت پیش از این از آب بسیار زیاد مشکلات داشتیم. یک کراچی و 16 بوشکه کوچه به کوچه، خانه به خانه ما آب میگشتیم. پیدا ما اونم بسیاری خانه به ما آب نمیداد. بعدم خدای بود که این برنامه را به ما مصریف ساخت، برابر ساخت. این حال حاضر از همه چی راضی هستیم. مکمل ما حال فعلا از آب هیچ مشکلی نداریم. این که کوچه پایین ما داره، کوچه بالای ما هنوزم متر ندارن، از متر کمبود داریم، فقط متر نرسیده. آب ما دیگه مکمل است، هیچ شکایتی از آب نداریم. معلوم است همین زمستان که ما سپری کردیم کاملا آب در سطح پایین قرار داشت. چاهایی که اصلا خشک نمیشد خشک شد، چندین بار چاها را کندن. این بسیار یک مشکلی کلان بود و همین امر باعث شد که مردم غریب و فقیر از بودجه خودشان پول کندن کاری و بسیار مصارفی را که او به عهده آبرسانی بود او را مردم بپردازه و با آب آشامیدنی دسترسی پیدا بکنه. این ضرورت آب است. آب مایه حیات است. ما قبلا در سال گذشته و همه معلوم است که مشکلی بسیار زیاد کم‌آبی مواجه بودیم. یا چاه خشک شده بود، مدت 2 ماه آب نداشتیم، از راههای دور هم آب می‌آوردیم و در این مصارفی چهارم که 13000 افغانی ما مصرف نمودیم، بعد صاحب یک آبی آشامیدنی شدیم. و بعد از او پیشنهاد کردیم به ریاست آبی محترم آبرسانی، اونا همراهی ما همکاری کردن، یک مقصد مصرف همین نل دادن، دیگه مصارفش کلش به عهده خودمان بود. این در حال است که اکثرا باشندگان در ولایت تخار از عدم دسترسی به آب آشامیدنی سی محروم می باشند، اما مسئولان ریاست آبرسانی میگویند در کنار حل این مشکلات تلاش ها مبنی بر نصب مترها نیز جریان دارد و تنها دلیلی که سبب شده است تا در نصب مترها تأخیر بیاید خریداری آن از کشورهای منطقه بوده است. آژانس خبری پژواک، انعکاس دهنده حقایق.